تو اینستاگرام استوری زیاد میذاری قطعا با اپلیکیشن استوری فون زیاد کار کردی. هممون میدونیم که واسه که بخوایم از استوری فون استفاده کنیم یه سری از چیزاش پولیه و باید اشتراکش رو بخریم. حالا میخوام بهت اپلیکیشن رو معرفی کنم که مثل استوری فونته ولی نسخه فارسیشه. یعنی همه چیز رایگانه و میتونید از هر برگرانی که دلتون میخواد که واسهتون رایگان گذاشته استفاده بکنید و همه فونتش هم رایگانه. از فونت انگلیسی بگیر، عربی بگیر، چینی بگیر و کلی فونت جذاب دیگه در اختیارتون میذاره. پس اگه دوست داری این ویدیو رو تا آخر ببین، لایک ویدیو رو یادت نره و اگر هنوز عضو چنل ما نشدی، من محمدم، سعی میکنم که ویدیوی راجع به آموزش این اینستاگرام و تکنیک و ترفندهایی که باعث میشه پیجتون رشد بکنن رو یاد میدم. پس اگه دوست داشتی عضو چنل بشو و زنگوله رو فعال بکن تا از جدیدترین ویدیو ما با خبر بشی. بدون هیچ معطلی بزن بریم که این اپلیکیشن رو خبر بهت معرفی بکنم. خب برعکس یوتیوب، این همون اپلیکیشنی که بهتون گفتم، همون استوری فوند ولی نسخه رایگانش و فارسیش که میتونید واسه دانلود کردنش از توی چنل تلگراممون اقدام کنید و از اونجا نصبش کنید. لینک چنل هم توی توضیحات ویدیو واسهتون میذارم که برید عضو چنل بشید و برید اپلیکیشن رو دانلود بکنید. وارد اپلیکیشن میشیم، ثبت میکنید تا بیاره. خب اینو این میزنیم بعدن. خب این فضای اپلیکیشنه. از قسمت دانلود فونت میتونید اون فونتی که میخواید رو دانلود بکنید و ازش استفاده کنید. وقتی که من بزنم روی دانلود فونت، اینجا فونت چینی داریم، فارسی داریم و عربی و روسی و ترکی و انگلیسی. هر کدومش رو که خواستی، مثلا من فونت فارسی رو میخوام، روی فونت فارسی که کلیک کنم اینجا واسه من همش رو دانلود کرده و اگر هم خواستید خودتون میتونید دانلود بکنید و به سادگی میتونید ازشون استفاده کنید. حالا روی ضرب در که بزنم، حالا کافیه که اینجا یه متنی رو بنویسم، مثلا بنویسم سلام. خب از این منو پایین که نوشته کامبومی اسم فونت رو نوشته، میام و هر کدومش که خواستم انتخاب میکنم. مثلا اگه خواستم اینو انتخاب میکنم و برای که بزنید کلی فونت در اختیارتون قرار گذاشته که میتونید ازش استفاده بکنید و استوریای به شدت جذابی رو باش بسازید. واسه پس زمینش هم که بهتون گفتم، هر پس زمینی که دلتون میخواد میتونید روش بذارید. مثلا این میتونید بذارید یا این یا مثلا این هر کدومش رو که خواستید. رنگش هم از اینجا میتونید تغییر بدید. از قسمت رنگ که بزنید اینجا رنگش رو میتونید تغییر بدید. و از این هم که قسمت فونت، این بیلورک هم که بالا پایین میشه متنتون رو بزرگ و کوچیک میکنه. حالا اگه خواستید متنتون رو بزرگ کنید بزرگ میکنید، خواستم کوچیک میکنید هم کوچیک کنید. خب حالا چجوری ما اون چیزی که نوشتیم رو ذخیره کنیم؟ کپی فونتی که بزنید اینجا براتون ذخیره میکنه و به همین سادگی میتونید این کار رو انجام بدید و به شدت بتونید استوریاتون رو خفن‌تر آپلود بکنید و ویوهای به شدت بالایی رو بگیرید. برعکس این بود از این ویدیو. امیدوارم که این اپلیکیشن واسهتون کارهای زیادی داشته باشه واسه استوری گذاشتن، چون خیلی میدونم توی اینستاگرام فعالیت زیادی دارن و استوری زیاد میذارن. با خاطر این اومدم و این اپلیکیشن رو بهتون معرفی کردم که اگه خواستید استوری بذارید و هیچ که بخواستید یک متن رو بنویسید، فونت جذابی رو پیشنهاد نداشتید و نمیتونستید از فونت استفاده کنید، از این اپلیکیشن میتونید استفاده کنید و کلی چیزای رایگان در اختیارتون قرار میده که میتونید ازش استفاده بکنید. اگر تا آخر ویدیو دوست داشتی، همین الان ویدیو رو لایکش کن تا بدونم که این ویدیو رو دوست داشتی و واسط پارتای بعدیش هم بسازم. و اگه لایک این ویدیو برسه بالای 50 تا، ویدیوی بعدی خیلی خفن تره و باعث میشه که ویو اینستات، منظورم استوری اینستات خیلی بالاتر بره. پس اگر لایک های ویدیو برسه بالای 50 تا، ویدیو رو واتساپتون آپلودش میکنم و اگرم هنوز عضو چنل نشدید، همین الان از پایین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو فعال کنید تا از جدیدترین ویدیومون با خبر بشید. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.